سلام خدمت همراهان کانال قصه های شب. سعید هستم و با قسمت پایانی سرگذشت آرمان در خدمتتونم. فرداش که اومدم خونه صداها رو گوش دادم و دیدم بله، من که از خونه رفتم بیرون این خانوم با پسره تلفنی حرف میزده، با خواهر پسره هم حرف میزده. داشتن راجع به من حرف میزدن و هی به هم فحش میدادن. از حرفاشون متوجه شدم که پسره خواهرشو با موتور برمیداره میاره جایگاه سوخت که مثلا بنزین بزنن. بعد اینکه بنزین زدن پسره الکی میره دستشویی، خواهره میاد سمت من که به من شماره بده و اینجوری برام پاپوش درست کنن. منم که اصلا دختره رو محل نذاشته بودم، اصلا نمیشناختمش و نمیدونستم کیه. سریع رفتم و این قضیه رو به رئیسمون گفتم. اونا رو در جریان اختلافاتی که بین من و زیبا بود قرار دادم. رئیسمون بهم گفت نگران نباشم و خودش حواسش به همه چیز هست. اون صداها رو هم بردم بیرون دادم کیفیتش رو برام بالا بردن و رو چند تا فلش ذخیره کردم. بعدش هم رفتم آمار اون آقایی که زیبا باهاش در ارتباط بود رو در آوردم. بیرجند شهر کوچیکیه و خیلی راحت میشه راجع به کسی اطلاعات به دست آورد. دیدم آقای قصاب است و شغل دومش هم در کنار قصابی مشروب فروشیه. حتی چند باری من تو ماشین زیبا مشروب دیده بودم که بعدا متوجه شدم این مشروبا رو از همون آقا میگرفته. بعد اینکه اطلاعاتم راجع به اون آقا کامل شد رفتم خونه پدر و مادر زیبا. صدایی که اون روز ضبط کرده بودم و گذاشتم براشون تا اونا هم گوش بدن. چون همیشه پدر و مادرش به من میگفتن زیبا دختر خوبی و تو داری اشتباه میکنی. با شنیدن صدای دخترشون دیگه حرفی واسه گفتن نداشتن. گفتم ببینید من رفتم آمار این آقا رو هم در آوردم. بعد که آدرس و نام و نشون اون آقا رو پدر و مادر و داداش زیبا دادم، اونا هم حسابی جوش آوردن. زنگ زدن و زیبا رو آوردن خونه و حسابی بهش توپیدن. پدرش یه سپاهی بود، خیلی واسش سنگین بود که حالا داشت همچین چیزی رو راجع به دخترش میشنید. زیبا طبق معمول داشت هاشا میکرد و میگفت که آره آرمان داره دروغ میگه و میخواد منو خراب کنه. اینجوری که شد منم صداها رو واسش گذاشتم. با شنیدن صدای خودش که داشت با پسره و خواهرش واسه خراب کردن من تو محل کارم نقشه میکشیدن، دیگه لال شد و یه گوشه نشست و اخماشو تو هم کشید. سکوت مطلق. یکم نشست و بعدش هم به ساعتش نگاه کرد و گفت من الان باید برم جای مسافر ببرم. اینو گفت و از خونه زد بیرون. ما هم به خیال اینکه رفته مسافر ببره و تا 1-2 ساعت دیگه برمیگرده نشستیم. ولی هر چی صبر کردیم خبری از زیبا نشد. زنگ زدم به موبایلش و جواب نداد. با خودم گفتم شاید رفته خونه خودمون. پا شدم رفتم خونه. زیبا اونجا هم نبود. از خونه بیرون رفتن همانا و غیب شدن زیبا همانا. کسی هم هیچ خبری ازش نداشت. رفتیم آژانس، اونجا هم نبود. شب شد، بازم ازش خبری نشد. 1 روز گذشت، 2 روز گذشت، 1 هفته گذشت. هیچ خبری از زیبا نشد. من تو این فاصله رفتم شماره پلاکشو دادم به دوستام توی کلانتری و ازشون خواستم دوربیناشون رو تو سطح شهر چک کنن ببینن این خانم از شهر خارج شده یا نه. اونا هم زحمت کشیدن و واسم چک کردن و گفتن نه، این خانم یه جایی تو همین شهر و از شهر خارج نشده. بعد از 1 هفته یکی از داداشاش دیگه خیلی عصبانی شد و رفت در آژانس شروع کرد به داد و بیداد. چون داداشش میگفت زیبا هر جایی که هست این دوستای آژانسش خبر دارن. همینطورم شد. بعد اینکه داداشش رفت آژانس رو به هم ریخت و داد و بیداد رو انداخت، سر و کله زیبا هم پیدا شد. گفت اون چند روز تو هتل بوده. بازم باورم نشد. رفتم هتل پرسجو کردم و دیدم آره راست گفته. این چند روز تنها تو هتل بوده. زیبا به محض برگشتن از هتل از من و پدر و برادر خودش به جرم فحاشی و به هم ریختن محل کارش شکایت کرد. این در حالی بود که من اصلا اون روز سر کار بودم و اونجا حضور نداشتم. بعدش هم یکی از همکاراشو از آژانس فرستاد دم در خونه. همکارش گفت زیبا خانم گفتن مدارکشون رو بدید ببرم. میخواد بره دادگاه درخواست طلاق بده. گفتم چرا خودش نیومد؟ من شما رو از کجا بشناسم؟ رو چه حسابی اعتماد کنم و مدارکو بدم به دست شما؟ شرمنده. من این کارو نمیکنم. بهش بگید خودش بیاد. ولی زیبا کماکان خونه نمی اومد. منم یه موتور داشتم، همه جا تعقیبش میکردم بدون اینکه خودش متوجه بشه. تا اینکه دیدم از آژانس رفتم در خونه پسره و سوارش کرد. تا اون لحظه این دوتا رو کنار هم ندیده بودم. وقتی دیدم دوتایی تو ماشین نشستن گل میگن و گل میشنون تمام تنم یخ کرد. شروع کردم با موبایلم عکس گرفتن. چند تا عکس که گرفتم زیبا راه افتاد. منم با موتور افتادم دنبالشون. رفتم کنار ماشین. تا منو دیدن جا خوردن. فکر نمی‌کردن من پشت سرشون باشم. یهو زیبا ماشین زد کنار و پسر پیاده شد و فرار کرد.
زیبا خودش هم ماشین رو روشن کرد و گاز رو گرفت. نمیدونستم بدوم دنبال پسره یا برم دنبال زیبا. گاز موتور رو گرفتم و رفتم دنبال زیبا. هر چی داد زدم وایستا وایستا، کارت دارم، میخوام باهات حرف بزنم، وای نستاد. وقتی دید من هی صداش میزنم و ولکن نیستم، با ماشین زد به موتور من و من پرت شدم یه طرف و خودش گازو گرفت و در رفت. افتاده بودم رو زمین و به ماشینی که با کمال بیرحمی داشت از من دور میشد نگاه میکردم. کسی که پشت فرمون اون ماشین بود زن من بود. زنی که یه روزی چقدر در کنار هم خوش بودیم. زنی که جونم هم واسش میدادم. حالا با من همچین کاری کرده بود. آروم آروم خودمو کشیدم گوشه خیابون. همه بدنم زخم شده بود و از دست و پام خون میومد. کل بدنم درد میکرد و کوفته شده بود. یکم لب جدول نشستم. چند نفر دورم جمع شده بودن و داشتن حالمو میپرسیدن تا اگه مشکلم جدیه زنگ بزنن اورژانس. یکیشون یه بطری آب معدنی واسم خرید و یکم آب خوردم. یکم لب جدول نشستم. حالم کمی بهتر شد. از اون افرادی که کنارم بودن و منو اصلا نمیشناختن تشکر کردم و گفتم حالم خوبه و نمیخواد زنگ بزنید اورژانس. موتورمو بلند کرده بودن و گذاشته بودن کنار خیابون. یکم آب به سر و صورتم زدم و موتور رو برداشتم و برگشتم. مستقیم رفتم خونه پدر و مادر زیبا. گفتم ببینید دخترتون با من چیکار کرده، با ماشین زده به من. پدر و مادر شرمنده میشدن ولی از پس دخترشون بر نمی اومدن و فقط منو با آرامش دعوت میکردن. ولی من دیگه طاقتم تاق شده بود. دیگه واقعا صبرم تموم شده بود. خسته و ناامید رفتم خونه. واسه این زندگی و از هم نپاشیدنش خیلی تلاش کرده بودم. ولی هرچی بیشتر دویده بودم چیزای بیشتری از زیبا دیده بودم و این ناامیدترم میکرد. حتی من توی همون روزا گشتم دنبال شوهر سابق زیبا. به بدبختی پیداش کردم. خودمو بهش معرفی کردم و بهش گفتم باهات حرف دارم. یه جایی باهاش قرار گذاشتم و رفتم دیدمش. همین که خودمو بهش معرفی کردم پوزخندی زد و گفت به تو هم خیانت کرد؟ پس درست فکر کرده بودم. علت طلاق زیبا از شوهر اولش هم خیانت زیبا بود. وقتی نشستم با شوهر اول زیبا حرف زدم اونم قلبش خیلی شکسته بود. تازه اوضاع اون بدتر بود چون یه بچه هم از زیبا داشت. خیلی مرد خوبی بود ولی خب زیبا بی‌لیاقت بود. نتونسته بود قدر اون زندگی و شوهر رو بدونه. شوهر سابقش بهم گفت زیبا یه زن خرابه. بیخود واسه درست شدن زیبا تلاش نکن چون درست شدنی نیست. کاش قبل اینکه عقد می‌کردی سر میومدی پیش من. اینا رو که میگفت یاد حرفای زیبا تو مراسم خواستگاری افتادم که گفت شوهر اولم معتاد بود و خرجی نمیداد. اتفاقا معتاد که نبود، هیچ، یه جوون هیکلی و خوشگل بود با صورت سرخ و سفید. بسیار هم خوش برخورد بود. اون شب با شنیدن حرفای اون مرد ناامیدتر از همیشه برگشتم خونه. روحم خرد شده بود. قلبم شکسته بود. تیر خلاصی زمانی بهم خورد که یه شب تو همون شبا وقتی زیبا حواسش نبود دوباره گوشی زیبا رو چک کردم ببینم چیز جدیدی میبینم یا نه که پیاماشو با یه آقا دیدم. زیبا داشت واسه اون آقا یه خانومی رو واسه چند ساعت جور میکرد. قلبم درد گرفت. یعنی زیبا خاله بوده و من خبر نداشتم. اون شب از شدت ناراحتی تا صبح خوابم نگرفت. اینقدر راه رفتم و فکر کردم که دیدم دیگه هوا روشن شده. بالاخره تصمیم گرفتم که طلاقش بدم. یه شبی زیبا رو نشوندم و باهاش صحبت کردم و قرار شد به صورت توافقی از هم جدا بشیم. فرداش رفتیم دادگاه. اونجا با قاضی حرف زدم و گفتم این خانم همه جوره بهم خیانت کرده. بحث مهریه به چه شکل میشه؟ باید بدم؟ که قاضی اونجا به من گفت مهریه در هر صورت به خانم تعلق میگیره. حتی دقیقاً جمله قاضی این بود که گفت شما اگه خانمتو با یه آقا و بدون هیچ لباسی توی یه اتاق ببینی، اونجا 3 شاهد عاقل و بالغ هم حضور داشته باشن، در این صورت حکم اون زن سنگسار میشه. ولی چون سنگسار اتفاق خیلی بد و ناخوشایندی هست، قاضی عمدن اون شهادت‌ها رو نادیده میگیره تا جلوی سنگسار گرفته بشه و حتی اون موقع هم مرد باید به زنش مهریه بده. واقعا اونجا دود از سرم بلند شد. واقعا واسه چی قانون باید اینجوری باشه که زن خیانت کنه بعد مهریه هم دریافت کنه؟ اون روز هر چی سعی کردم قاضی رو متقاعد کنم فایده ای نداشت. همونجا بود که دیگه همه چیزو سپردم به خدا. گفتم خدایا خودت شاهدی، من که راضی نیستم این مهریه‌ای که میدم حلالشون نباشه. حتی همونجا به پدر و مادر و داداش زیبا و خودش هم گفتم ببینید این طلایی که من واسه زیبا خریده بودم اول زندگیمون پول دیه‌ای بود که سر تصادفم با موتور گرفته بودم. پول خون بود. امیدوارم شما هم بدید واسه پول خون. درست مهریه حق زنه ولی دختر شما به من خیانت کرد. دختر شما که از ذات خودش خبر داشت
میدونست نمیتونه با یه شوهر باشه و همزمان باید با چند تا مرد تأمین بشه. پس واسه چی اومد زندگی منو خراب کرد؟ واسه چی اون روز با باباش اومد جایگاه و اصلا قبل این که من بخوام ازش خواستگاری کنم خودشو به زور چپون تو زندگی من؟ شاید اگه دختر شما خودشو به من نمیچسبون، من حالا با یه زن خوب ازدواج کرده بودم و بچه و زندگی داشتم. همه اینا رو بهشون گفتم و سپردمشون به خدا. چون از لحاظ قانونی دستم به جایی بند نبود و حتما باید مهریه رو میدادم. بعدش نشستیم صحبت کردیم تا به توافق برسیم که مهریه چجوری پرداخت بشه. اونجا زیبا گفت من مهریه و نفقه رو میبخشم ولی خونه رو با همه وسایلش بده به من. گفتم باشه قبول. یکی دو روز بعدش که دیدمش گفت نه پشیمون شدم. مهریم رو میخوام، وسایل واسه خودت. بازم گفتم باشه قبول، چون راه دیگه‌ای واسم وجود نداشت. صحبت‌های نهایی رو کردیم و قرار شد من پول پیشی که واسه اجاره خونه داده بودم و به اضافه همه طلاهایی که واسش خریده بودم و بدم به زیبا تا 30 ماه هم ماهی 1,000,000 بریزم به حسابش به عنوان مهریش. که باهاش صحبت کردم گفتم 30 ماه زیاده و واسم خیلی سخت میشه، کمترش کن. اولش که قبول نمی‌کرد ولی بعدش قبول کرد و 30 ماه رو تبدیل کردیم به 20 ماه. بالاخره شهریور ماه سال 1400 روز دادگاه مشخص شد واسه جاری شدن صیغه طلاق. روز دادگاه باید چند میلیون پول میدادن به زیبا. یه مقدارش پول پیش خونه‌ای بود که توش بودیم. 1,000,000 هم اولین قسط اون 20 میلیون بود که باید ماهی 1 تومن بهش میدادن. بعد از این که صیغه طلاق بین من و زیبا جاری شد، اون سوار ماشین خودش شد و رفت خونه باباش. منم سوار موتورم شدم رفتم خونم تا وسایلمو جمع کنم و بار کامیون کنم و ببرم خونه پدرم. حالا 9 ماه است که از طلاق من و زیبا میگذره. روزی 1000 بار خدا رو شکر میکنم که شر اون زن از زندگی من کنده شد. خدا رو 1000 بار شکر میکنم ازش بچه نداشتم. گرچه بعد از طلاق خیلی اذیت شدم. از نظر روحی خیلی به هم ریختم. زیبا حتی روز طلاق یه مردی رو به عنوان شاهد طلاقمون با خودش آورده بود توی دادگاه که من تو همه زندگیم ندیده بودمش. اصلا نمیشناختمش. اصلا نمیدونستم از کجا پیداش کرده بود. اینقدر به هم ریختم به قاضی گفتم من این آقا رو قبول ندارم و نمیخوام شاهد طلاق ما این آقا باشه. پدر و مادر و برادراشم که همه باهاش قهر بودن. دیگه زیبا مجبور شد بره دنبال عموش. اون روز تو دادگاه همه چیز رو به عموش گفتم ببینید برادرزاده شما با زندگی من چیکار کرد. ببینید چجوری منو خرد کرد. تا عمر دارم ازش نمیگذرم و سر سوزنی هم بابت این پولها بهش راضی نیستم. امیدوارم به خوشی استفاده نکنه. چند وقتی که از طلاقمون گذشته بود مثل هر روز رفتم سر کار. لباس کارم رو پوشیدم و رفتم رو سکو مشغول شدم که دیدم از اداره اومدن جایگاه و منو صدا زدن گفتن تشریف بیارید کارتون داریم. تو دلم گفتم یعنی چی شده؟ یعنی چی کار کردم؟ نکنه زیبا رفته و دروغی پشت سر من گفته؟ چون از اون زن اصلا هیچی بعید نبود. با 1000 تا فکر توی سرم رفتم تو اتاق رئیس. سلام علیک کردیم. صندلی رو نشونم دادن و گفتن بفرمایید آقای آرمان بشینید. نشستم. رئیس با لبخند اومد سمتم. زد روی شونم و گفت خیلی ازت راضی هستیم آقای آرمان. با توجه به سابقه عالی که توی کارداری و همچنین اخلاق خیلی خوبت، از امروز شما رئیس جایگاه هستین. باورم نمیشد من رئیس جایگاه شده بودم و این یعنی اینکه خیلی واسم خوب میشد. از اون روز شدم رئیس جایگاه. دیگه رو سکو نیستم و واسه خودم اتاق دارم. سختی‌های روی سکو بودن رو هم ندارم. الهی شکر حقوقم هم خیلی بیشتر شد. جوری که تونستم یه وام بگیرم و واسه خودم ماشین بخرم. با رفتن زیبا از زندگیم انگار خیر و برکت به زندگیم رو آورد. حالا همزمان که رئیس جایگاه هستم اسنپم کار میکنم و حقوقم 2 برابر شده. چند ماه پیش بود که رفته بودم بانک تا پولای جایگاه رو به حساب شرکت بریزم. دیدم ماشین زیبا کنار بانک پارک شده. رفتم پشت درخت مخفی شدم ببینم با کی اومده بانک و داره چیکار میکنه. یهو دیدم زیبا با زنداداشش از بانک اومد بیرون. در کمال تعجب دیدم چادری شده و صورتشو هم با روبند مخفی کرده. گفتم خدایا این که تا دیروز آدم واسه بقیه جور میکرد چطور شده حالا اینقدر با ایمان و با خدا شده. دوتایی با هم رفتن سوار ماشین شدن. بعد از چند دقیقه یه پسری هم اومد رفت عقب نشست. نمیشد تو ماشین رو دید چون زیبا همه شیشه‌های ماشینشو داده بود کاملا دودی کرده بودن طوری که تو ماشین به هیچ عنوان دیده نمیشد. منم دوربین گوشیمو فعال کردم و گذاشتم رو گوشم که الکی مثلا دارم حرف میزنم و اینجوری از همشون فیلم گرفتم. همینطور که فیلم گرفتم رفتم سوپرمارکتی که ماشینش نزدیک اونجا پارک بود.
همینطور بلند بلند با موبایلم حرف زدم که یهو زیبا منو دید و گازو گرفت و رفت. کلاً از من فراری بود. چند وقت بعدش دوباره بانک کار داشتم. دنبال یه وام بودم که اگه خدا بخواد واسه خودم یه زمین بخرم و توش یه ویلا بسازم. بازم دم بانک زیبا رو دیدم. این بار با همون پسر قصاب بود که واسش گوشی و کارت هدیه‌ها رو گرفته بود و همیشه به حسابش پول میریخت. منم وقتی این دوتا رو دیدم دقیقاً جلو پاشون ترمز زدم. پسر تا منو دید دوباره فرار کرد. هرچی صداش زدم وایسا کارت دارم دوید و در رفت. داد زدم و گفتم چرا فرار میکنی؟ میخوام ازت تشکر کنم که هویت این زن رو به من نشون دادی. ولی اینو بدون این زن به من که شوهرش بودم وفا نکرد. پس تو هم زیاد دلتو خوش نکن. میخواستم بهش بگم تو که مجرد بودی ولی میدونستی این زن شوهر داره و زندگیشو از هم پاشوندی. میخواستم بهش بگم این زن هر روز با یکیه. مراقب باش ازش 1000 تا مریضی نگیری. ولی اون پسر در رفته بود. زیبا هم نشسته بود تو ماشین نگاه میکرد. بهش گفتم حلالت نمیکنم زیبا. زندگی منو نابود کردی. از خدا میخوام زندگیت نابود بشه. بعدش هم گازو گرفتم رفتم دم در قصابی پسره. خودش نبود و باباش تو مغازه بود. به باباش گفتم پسر شما زندگی منو خراب کرد. امیدوارم خدا جوابشو بده. روزی 1000 بار بر پدر و مادر اون دختر لعنت میفرستم که روز خواستگاری خراب بودن ذات دخترشون رو مخفی کردن و حقیقتو به من نگفتم. تا اینو گفتم باباش گفت چی؟ پسر من اصلا نگاه به زن و دختر مردم نمیکنه. اون وقت زندگی تو رو نابود کرده؟ داری به پسر من تهمت میزنی؟ بعدش هم همون کارد قصابی رو گرفت دستش و حمله کرد سمت من. وقتی دیدم پدرم عین پسرش بی منطقه و میخواد با چاقو و چاقو کشی با من طرف بشه، کلا بیخیال این آدما شدم و از مغازش اومدم بیرون. وقتی دیدم اصلا زبون آدم سرشون نمیشه، قانونم که پشت منو خالی کرده، تصمیم گرفتم فقط بسپارمشون به خدا. الانم کلی عکس و فیلم از کارهای زیبا و چتاش و شارلاتان بازیاش دارم. همه رو نگه داشتم. فقط منتظرم دوباره ازدواج کنه. همه رو میبرم و میذارم کف دست شوهرش. زندگیم رو نابود کرد، زندگیشو نابود میکنم. ولی خدا تنهام نذاشت. الهی شکر از وقتی از زندگی من رفت، زندگیم روز به روز بهتر شد. جایگاه شغلیم بالاتر رفت، وضع مالیم چند برابر بهتر شد. الان تنها چیزی که اذیتم میکنه تنهاییه. سعی میکنم اوقات فراغتمو برم اسنپ کار کنم و اینجوری سر خودمو گرم کنم. ولی واقعا داشتن یه همزبون تو زندگی هر آدمی نیازه. کاش خدا هم یه خانوم خوب سر راه من قرار بده تا منم از تنهایی در بیام و زندگیم هدفمند پیش بره. ممنونم از شما که داستان زندگی منو خوندید و گوش کردید. با تعریف کردن داستان زندگیم برای شما کمی سبکتر شدم. امیدوارم چنین سرنوشتی واسه هیچ کس پیش نیاد که واقعا آدم داغون میشه. همتونو به خدای بزرگ میسپارم. آرمان. دوستان عزیز، داستان سرگذشت آرمان به پایان رسید. ممنونم از این که با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید.